بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحابته والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم با معرفی یکی از یاران و اصحاب گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم خدمت شما هستم. این صحابی بزرگوار شخصیتی جوان اما رهبر، جوان اما با عقلی بزرگ، شخصیتی با برکت که وقتی مسلمان شد تمام قومش را مسلمان کرد. شخصیتی بود که میتوان گفت با برکت ترین انسانها برای ملتش و قومش بود و بارها میفرمود که به خدا سوگند ای مردان و زنان، ای بزرگان و کوچکترها، اگر راهی و دینی و آیین را بهتر از اسلام سراغ دارید بیاورید تا از آن پیروی کنیم. و لذا سعد بن معاذ این شخصیت بزرگوار ماست، شخصیتی که نام او بر زبان همه مسلمان ها جاری می شد، علل خصوص بعد از ماجرای شهادتش، شهادتی بی نظیر در غزوه احزاب یا جنگ خندق. سعد بن معاذ بن نعمان انصاری اشهلی است. انصاری است زیرا اهل مدینه است، به نصرت از دین خدا دست بیعت دادند با رسول خدا صلی الله علیه و سلم. از بنی اشهل است، از قوم بنی اشهل که یکی از شاخه های بزرگ اوس در مدینه منوره. اون سید و بزرگ قومش بود در مدینه منوره، رئیس اوس بود و رهبر قبیله بنی عبدالاشهل. قبل از اسلامش دوست امیه بن خلف قریشی بود که در بدر در حال کفر به هلاکت رسید. قبیله بنی قریظه نیز موالیان و حلفا و همپیمانان اوس بودند در مدینه و لذا از این طرف دیگه سعد بن معاذ با یهودیان بنی قریظه همپیمان است. عمر سعد در زمانی که مسلمان می شود از 30 تجاوز نمی کنه، در حدود 30 یا 31 سال، ولی رهبری بود به تمام و کمال، انسانی با عقل و درایت کامل. زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم سفیر نوجوانش مصعب بن عمیر عبدری رضی الله تعالی عنه را برای دعوت اهل مدینه به اسلام گسیل داشت، مصعب بن عمیر عبدری با اسعد بن زراره سعد بن معاذ را ملاقات کردند و با او اسلام را چنین زیبا معرفی کردند که سعد تصورش هم نمی کرد و به همین خاطر بلا فاصله با پذیرفتن این اسلام به عنوان دین رهایی بخش، به عنوان دین مساوات و عدالت، به عنوان دین برترین به اون می بالید. پذیرفت، با یقین و با اعتماد کامل آن را قبول کرد و لذا بعد از قبول کردن اسلام و وارد شدن به دین اسلام اهل قبیله اش را جمع کرد، قبیله اوس را، و فرمود که به خدا سوگند خوردن و نوشیدن و ارتباط با شما بر من حرام است مگر این که وارد اسلام بشوید و اسلام را بپذیرید. من با شما قطع رابطه می کنم مگر این که اسلام را بپذیرید. اوسی ها در مدینه که عزم و اراده راسخ سعد را دیدند و در ضمن عقل و رشد فکری سعد را می دانستند، بدون چون و چرا اسلام را پذیرفتند و همه وارد اسلام شدند. روز میمون بزرگی بود برای اهل مدینه.
زمانی که سعد مسلمان شد. و لذا سعد هیچ اباهی نداشت که دوستان قدیمیش در جاهلیت را به خاطر اسلام رها کند. به همین خاطر عبدالله ابن ابی ابن سلول که رهبر منافقین مدینه بود را وقتی آیه قرآنی در سوره نساء نازل می شود که می‌فرماید فما لكم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، تا آنجایی که می‌فرماید فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه می‌فرماید که ابرأ الی الله و الی رسوله من فئته، یعنی از عبدالله ابن ابی ابن سلول و امثال اون به خدا و رسولش پناه میبرم. شخصیت سعد بن معاذ جوانب بارزی را در زندگیش داشت و یکی از اونها محبوبیتش در اهل و عشیره و قومش بود و همین بود که مصعب بن عمیر و سعد بن زراره را بران داشت که دعوتشان را بر اهتمام اسلام آوردن سعد ابن معاذ مسخر بکنند و همین کار هم شد و با اسلام سعد ابن معاذ از اوس راحت شدند، همه مسلمان شدند بیچون و چرا، و لذا اسلام را در مدینه ترویج دادند. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدون آمادگی قبلی صحابه را به سرزمین بدر سوق میداد، در کنار مدینه منوره در منطقه‌ای به نام روحا زمانی که مشاورت را شروع کرد برای وارد شدن به جنگ با اهل مکه یا منصرف شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم رأی انصار را میخواست و لذا وقتی که با اصرار بعد از ابوبکر و عمر که اعلام آمادگی کردند، سعد بن معاذ فرمود یا رسول خدا، چنین پاسخ داد که انک تریدنا، آیا مثل اینکه ما را داری خطاب قرار میدی؟ فوالذی اکرمک و انزل علیک الکتاب ما سلکتها قط ولا، سوگند یاد می کند سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه به خداوندی که پیامبرش را با قرآن مکرم و مشرف کرده و بر او نازل کرده است، می‌فرماید که ما ملتی نیستیم که مثل بنی اسرائیل به موسی بگوییم که اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون، بلکه میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا ان معکم مقاتلون. ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که بگیم تو و پروردگارت برو به جنگ، ما اینجا ایستادیم، بلکه میگیم که ای پیامبر تو و خدایت مبارزه کنده به جنگ با مشرکین، ما هم بایتون هستیم، انا معکما مقاتلون. سعد بن معاذ بعد از معرکه بنی قریظه که در آن ترکش سختی خورد و در آستانه مرگ قرار گرفت، مدتی کوتاهی بستری بود و آن جای خیمه خاصی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد براش زده بود و از او پرستاری میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد هر نماز اون را زیارت میکرد و اون را عیادت میکرد و براش دعا میکرد. وقتی حالش بسیار بد شده بود، در حکمیتش در موضوع اسیران بنی قریظه او را خواستند. چرا؟ چون خلفایشون سعد بن معاذ بود. اوس بود که حلیفشان، نماینده اوس کی بود؟ سعد بن معاذ. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد سعد را از مسجد به منطقه بنی قریظه آوردند، در حالی که بر روی الاغی خوابانده بودند. او چنان حکم کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لقد حکمت بحکم الله او بحکم الملک، حکم تو همانند حکم خداست و حکم پروردگاره.
از فضائل و مناقب سعد بن معاذ این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی فوت کرد فرمود اهتز له موت سعد بن معاذ، اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن، عرش رحمان در مرگ سعد بن معاذ لرزید. همچنین از فضائل سعد بن معاذ این بود که زمانی در گذشت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود قبر هر کس را می فشارد و اگر قرار باشه کسی از این فشار مرگ در امان باشد سعد بن معاذ است. سعد بن معاذ با اینکه جوان بود در سن 30 و چند سالگی دار فانی را ودا گفت و به شهادت رسید. شاید هم به خواسته اش بود، زیرا اون دعا کرد در زمانی که مجروح شده بود، گفت خدایا اگر جنگی برای بین ما یعنی مسلمان ها و قریشیان باقی است مرا نگهدار تا در جنگ ها و جهاد ها شرکت کنم و اگر این آخرین جنگ است مرا به شهادت برسان. به شهادت رسید و روحش به باری واگذار کرد. شهادتش بر همگان مبارک و راهش مستدام باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.